سلام عرض می‌کنم به همراهان خوب کانال ایران تودی. وقتتون بخیر. خوشحالم در این برنامه هم در خدمتتون هستم. پیش از هر چیز ممنون از همراهی همیشگیتون و سپاس از اینکه با لایک و کامنتاتون ما رو حمایت می‌کنید. در این برنامه واسه خبر عجیب از دنیا همراه شما هستم. ایران تودی رو تا پایان دنبال کنید. خبر اول به رکورددار پیرترین مرد جهان اختصاص داره. پیرترین مرد جهان با سن 256 سال یک مرد چینی است که این مرد رکورددار عنوان پیرترین مرد دنیاست. با توجه به روند زندگی امروز شاید کمتر کسی باورش بشود که بتواند بیش از 100 سال عمر کرد. اما جالب است که بدانید پیرترین مرد جهان 256 سال سن دارد و در چین زندگی می‌کند. پیرترین مرد جهان اکثر عمر خود را در کوهستان‌ها و در پی جمع‌آوری گیاهان دارویی سپری کرده است. یکی از مسائل باور نکردنی در زندگی لی این است که وی وقتی 71 ساله بود به ارتش چین پیوسته و به عنوان مدرس فنون نظامی و دفاع شخصی از وی استفاده شده است. پیرترین فردی که در جهان زندگی کرده است، یک فرد چینی با 256 سال عمر بود. در زندگی حتما خبرهایی شنیده اید مبنی بر این که فردی عمر زیادی کرده است. اما بد نیست بدانید فردی که بیشترین طول عمر خود را در جهان داشته است، یک مرد چینی به نام لی شینون با 256 سال عمر بوده است. لی در سال 1677 به دنیا آمد و در سال 1933 جان باخت. این مرد که 180 نوادۀ خود را دیده بود، در سن 200 سالگی در مراکز علمی طب چین تدریس می‌کرد. و خبر دوم به تولد عجیب نوزادی که 1 سال از مادرش کوچکتر است اختصاص دارد. شاید یکی از عجیب‌ترین مواردی که با موضوع تولد نوزاد شنیده باشید این است: مادری 26 ساله و دختر 25 ساله. نوزادی که تنها 1 سال با مادرش اختلاف سنی دارد به دنیا آمد. رکورد عجیب تولد نوزادی که 1 سال از مادرش کوچکتر است، تیتر داغ اخبار شده است. خبری که رکوردزنی در دنیای پزشکی و بحث درمان ناباروری داشت. خبری با تیتر عجیب نوزادی در سن 21 سالگی متولد شد. این نوزاد بعد از سالها انتظار برای تولد، یعنی از سال 1992، بالاخره توسط مادری جوان که 26 سال سن دارد به دنیا آمد. هر آنچه که گفته شد واقعیت است. مادر 26 ساله نوزاد 25 ساله به دنیا آورد. تینا گیبسون نوزاد دختری به نام اما ورن به دنیا آورد. در کمال حیرت نوزاد دختر تنها 1 سال اختلاف سنی با مادر خود دارد. نوزاد در سال 1992 به عنوان جنین فریز شده در یکی از مراکز درمانی ناباروری تشکیل شده بود. تا سالها توسط دستگاه‌ها و تجهیزات خاص نگهداری می‌شده تا اینکه بعد از گذشت 24 سال از فریز شدن او به رحم تینا منتقل شد و بعد از سپری شدن دوران بارداری متولد شد. جالب است بدانید زمانی که این نوزاد به حالت جنین فریز شده درآمد، مادر کنونی او یعنی تینا گیبسون تنها 1 سال و نیم سن داشته است که مطمئناً در آن زمان هرگز تصور نمی‌کرده که روزی نوزادی را به دنیا بیاورد که 1 سال از خودش کوچکتر است. این اتفاق رکورد شکنی بود در نگهداری جنین فریز شده که برای دنیای پزشکی یکی از موارد فراموش نشدنی خواهد بود. و خبر سوم به مرده‌ای اختصاص داره که 7 ماه بعد از مرگش زنده شد. مرد تایلندی بی اطلاع از همه چیز و همه جا به خانه بازگشت. تمام کسانی که او را در مسیر می‌دیدند شوکه و با ترس نگاه می‌کردند، چرا که در تصور خود معجزه زنده شدن بعد از مرگ را شاهد بودند. تا به حال اخبار گوناگونی را در مورد زنده شدن مرده‌ها در سردخانه و یا مراسم خاکسپاری خوانده‌ایم. اما این مورد یکی از عجیب و جالب‌ترین آنهاست. مردی که بعد از مدت‌ها دوری از خانواده به محل زندگی خود بازگشت و متوجه شد که سالها پیش او را دفن کردند.
کار کردن در جایی دورتر از خانه کار ساده‌ای نیست و دشواری‌های خاص خودش را دارد. بی‌اطلاعی کامل هم یکی از این دشواری هاست که گاهی می‌تواند فراتر از دشواری بوده و خبرساز شود. ساکوم ساچیوا بعد از مدت‌ها کار سخت در جایی دورتر از محل زندگی و اعضای خانواده‌اش به خانه بازگشت، اما به جای استقبال گرم با توجه و ترس آنها روبرو شد. مرد 44 ساله بی اطلاع از همه چیز از شوکه شدن اعضای خانواده و اقوام خود ناراحت شد تا اینکه از واقعیت موضوع مطلع گشت. جسد او چند ماه پیش بر اساس رسم دیرینه سوزانده و خاکستر شده بود، ولی او همچنان زنده بود. ماجرا چه بود؟ بعد از حرفهای اعضای خانواده برای این مرد روشن شد. چند ماه گذشته جسدی را که چهره‌اش قابل تشخیص نبود به همراه کارت شناسایی ساکوم به خانواده او تحویل دادند. آنها هم طبق آیین خود مراسم را اجرا کردند و خاکستر او را نگه داشتند، در حالی که این مرد کاملا سرحال و زنده بود. از قرار معلوم آقای ساکوم در یکی از سواحل تایلند مشغول کار بوده و کارت شناسایی او به همراه کیف پولش توسط مردی به سرقت رفته بود. این حرفها همه چیز را روشن کرد و مشخص شد که مرد سارق بعد از مرگش به دلیل همراه داشتن کارت شناسایی ساکوم به جای او به خانواده‌اش تحویل داده شده است.